تو دهنشون نزنید که اینا کافر شدن. حتی اگه سوال کردن خدا کجاست، چرا باید خدا رو بپرستیم؟ اسلام اجباری نمیخوان، نماز اجباری، حجاب اجرایی، روزه اجباری به خاطر پدر و مادر نه، نمیخوان. اسلام و ایمان و عبادت و بندگی عاشقانه میخوان، بر مبنای آگاهی، شناخت، معرفت. روزه رو بهانه کرده که بندگانش رو مغفرت بده. بیاموز، یک فرصتی دیگه به شما بده. من صام رمضان، کسی که رمضان را روزه بگیرد، نه روزه عادت، نه روزه بیروح و بیجان. خیلی از فرزندان در حقیقت به خاطر پدر و مادرشون روزه میگیرن. اون روزه نه، اون روزه مال پدر و مادراشون. هر کسی باید روزه خودش رو بگیره. هر کسی باید با ایمان خودش خدا را بندگی کنه. فرزندان ما نباید با ایمان پدران و مادرانشون مؤمن باشن، با اسلام پدران و مادرانش و بزرگترانشون مسلمان باشن. خودشون شایستگی دارن. اون بهش میگن ایمان موروثی، ایمان عادت، نماز و روزه عادتی، بی روح و بی جان. اسلام ایمان تحقیقی میخواهد بر مبنای آگاهی و شناخت و معرفت. بذارید بچه هاتون کنجکاو باشن، شما رو زیر سوال ببرن، ماجراجویی بکنن. نترسید از پرسشگری فرزندانتون، حتی اگر سوالهای سنگین کردن، حتی اگه گفتن خدا رو نشون ما بدید، تو دهنشون نزنید که اینا کافر شدن. حتی اگه سوال کردن خدا کجاست، چرا باید خدا رو بپرستیم؟ اینا باهوشن، کنجکاون. اینا حقشونه که چنین سوالی بکنن. در پرسشگری و ماجراجویی انسان خلاق و مبتکر میشه، انسان مکتشف میکنه. در تقلید کورکورانه که اذهان بچه‌های ما شکوفا نمیشه، استعدادهاشون شکوفا نمیشه، درخشان نمیشه. یه وقتی فکر نکنید که کشور ما الان دچار مشکله، جوانای ما ضعیف شده، ایمانشون از دین برگشتن. نه، الان بچه های ما وارد یک مرحله جدیدی شدن و دنبال ایمان و اسلام تحقیقی هستن که اونها رو قانع بکنه. اسلام اجباری نمیخوان، نماز اجباری، حجاب اجرایی، روزه اجباری به خاطر پدر و مادر نه، نمیخوان. اسلام و ایمان و عبادت و بندگی عاشقانه میخوان، در مبنای آگاهی، شناخت، معرفت، که به باور و قناعت برسن. من خیلی خوشبینم به این رخدادهای اخیری که در کشورمون رخ داد. من فکر میکنم جهان رو تحت شعاع قرار میده. امروز نه تنها دانشجویان ما، اساتید دانشگاه ما، فرهنگیان ما، فرهیختگان ما، نخبگان ما دنبال خرافات و بدعت و سلیقه‌های شخصی در قالب دین نیستن، بیزارن، متنفرن. دخترها و پسرهای دبیرستانی ما، حتی راهنمایی ما، بچه مدرسه هایی که داخل
متوسطه اول، قسم متوسطه اول دخترای راهنمایی، پسرای راهنمایی، حتی بچه‌های کلاس 4 ابتدایی، 5 و 6 ابتدایی دیگه الان از خرافات مسخره میکنن، از بدعت‌ها مسخره به تمسخر میگیرن. یعنی این دینه؟ باور بکنید بچه‌های کلاس 4 ابتدایی سوالایی از ما میکنن که آدم لذت میبره. اینا بزرگان کوچکان بزرگ و آیندگان هستند. اینا نسل مؤمن فرهیخته پرسشگره، اما مسلمانایی که تو اروپا هستن بعد از 30 سال 20 سال تحقیق رو به قبله اسلام میسته. رمضان ماه بیداری است. اگر این تعبیر درست باشه بگذارید یک بار بچه هامون بدون ایمان پدرها و مادرانشون قرآن بخونن. چون اگه با ایمان پدران و مادرانشون قرآن بخونن همه چیز خوب میبینن. بذارید خودشون خوب ببینن. نترسید، فرزندانتون بی ایمان نیستن. اسلام دینی است که خدا حفظش کرده. حفظ اسلام و دین خداوند بندگانش نسپرده. اگر کسی گفت من دین خدا رو دارم حفظ میکنم باید تو دهنش زد. این حتما قرآن نخونده، حتی اگه مولوی و شیخ بزرگی هم باشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. من و تو باید مواظب خودمون باشیم که حفظ بشیم بر دین خدا. من و تو باید مواظب خودمون باشیم، خودمون رو حفظ بکنیم. دین خدا حافظ و نگهدارش خودشه. تا دیروز صدقه میدادید به خاطر که چه حمایت از فقیر بکنید و ضعیف بکنید. یه تجدید نظر بکن. امروز صدقه بده برای حمایت از خودت. بعضی فکر میکنن صدقه میدن که کمک فقیر میکنن. تجدید نظر بکن. صدقه در حقیقت کمک فقیر و مسکین نیست، کمک خودته، حمایت از خودته، وگرنه حق الناس برگردنده. اگر کسی زکات مالشو نده حق الناس برگردنشه. بعضی فکر میکنن حق الناس این که پول کسی رو خورده باشه. اگر کسی زکات مالش نده حق الناس بگردنشه، چون مال فقیر در مال توست. حق فقیر، سهم فقیر در مال توست. بعضی روزه‌داران و نمازخوانان در حقیقت کار خیر رو انجام میدن، نماز برای دیگران میکنن، روزه رو برای دیگران میگیرن. چون غیبت فلانی کرده، بهتان زده، تمسخر کرده، فحش فروخته. بعضی واقعا از نماز فقط خستگی، از روزه فقط تشنگی و گرسنگی، ثوابش مال دیگرانه. اگر از کسانی که بهشون ظلم کردی حلالی نطلبی، ثواب روزت و نمازت میدن به اونها.